تریبونی آزاد برای شما عزیزان، منبری برای کسانی که دوست دارن با ما در ارتباط باشن، سوالات، انتقادات، پیشنهادات و درد دلهاشون رو با ما در میان بگذارن. شماره تماس برنامه مانند همیشه زیرنویس میشه از طریق واتساپ و همچنین تماس مستقیم می توانید به این شماره زنگ بزنید و در برنامه شرکت بکنید. همچنین در برنامه امشب بعضی از سوالات و مطالبی رو که عزیزان ما فرستادن رو هم خدمت شما عزیزان در این برنامه انشالله خواهیم خواند. به کامنت های شما عزیزان که برای ما فرستادید هم پاسخ می دهیم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق هدایت نصیب بکنه. بله. بیننده 4 شماره آخرشان 0569 البته خیلی از دیر زمانی این سوال رو فرستادن. نوشتن که ببخشید من فقط این شماره را شما دارم و یک سوال از استاد انصاری داشتم یا کسی که بتونه منو در این مورد راهنمایی بکنه. 1. در مورد کنیز در اسلام. 2. در مورد سن حضرت عایشه هنگام ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و چرایی این موضوع. چون خدا ناباوران خیلی منار میدن سر این موضوع، برای خودم هم سوال شده. لطفاً قطعاً در ایمانم تاثیر خواهد داشت. از خداوند متعال پاداش خیر رو برایتون دعا میکنم. ببینید دوستان عزیز و گرامی، انسان وقتی که ایمان داره به الله سبحانه و تعالی، ایمان انسان نباید به اینقدر آسانی متزلزل بشه و نشستن پای صحبت اشخاصی که دروغ میگن، تلبیس میکنن، فریبکاری میکنن، سیانمایی میکنن، سبب بشه که انسان در ایمانش شک بکنه. اینطور ایمانی که یا بیدی که بر بادی بلرزه به درد نمیخوره. به خاطر همین یکی از مواردی که علما همیشه روش تاکید کردن این است که انسان نباید دنبال شبهات بگرده. شبهات انسان رو به شک میاندازه و دیدن این برنامه ها، من در یک از برنامه ذکر کرده بودم که این برنامه رو نبینید. کسی پیام فرستاده بود آقا ما در پی علم و دانش و فلان و این هستیم، شما میگید که این برنامه رو نبینید. عزیز دل برادر، شما که در پی علم و دانش هستی و اسمت هم گذاشتی مسلمان، اول برو کتاب خودتو بخوان. به طور مثال یک مثالی بزنم زننده اما واقعیت. کسی بیاد به شخصی بگه که آقا تو حرامزاده هستی، ولد زنا هستی، طرف چیکار میکنه؟ حرف طرف رو باور میکنه یا میره تحقیق میکنه؟ خب میره تحقیق میکنه. به خاطر همین که دچار همچین تهمتی نشه، انسان طبیعتاً از اصلش، از نسبش، از پدرش، مادرش، همه چیزش باید اطلاع داشته باشه. طرف میاد به شما یک شبهه‌ای رو بیان میکنه، شما از دینتون، از قرآن، از سنت، از تاریخ اسلام هیچ اطلاع ندارید. آقا این یک شبهه‌ای مطرح کرده، خلاصه من ایمانم داره مثل بید میلرزه. قبل از اینکه برید این چیزها رو نگاه بکنید، قرآن رو بخوانید، ترجمهش رو بخوانید، تفسیرش رو بخوانید، حداقل 1-2 کتاب از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانید. در مورد سنت، حدیث، چگونگی تدوین احادیث، علم حدیث، لازم نیست که برید مثلا شما همه کتب حدیث رو بخونید، اطلاع داشته باشید. مثلا فردا یک کسی بیاد به یک جوان امروزه ما که روزانه از 24 ساعت شاید 15 ساعتش رو در سوشال میدیا میچره، به جای اینکه بره مثلا 1-2 صفحه کتاب بخونه، در هر موضوع کتاب بخونید. یعنی الان موضوع برنامه‌های من موضوعات علمی نیست، سیاسی نیست، تاریخی نیست، اما باور بکنید هر روز
به اخبار همه دنیا مراجعه میکنم، حداقل هفته 2 تا 3 تا مقالای علمی تحقیقاتی میخوانم. چرا یک مسلمان باید از همه چیز آگاه باشه. شما برید مثلا کشورهایی مثل ژاپن که انقدر پیشرفت کردن، یا کشورهایی که واقعا از نگاه علم و تکنولوژی پیشرفت کردن، برید ببینید مردمش در ماهی چند صفحه کتاب میخوانن. معدل صفحاتی رو که اونها در یک ماه میخوانن، باور کنید این مسلمانی که با شنیدن یک شبهه در تیک تاک ایمانش متزلزل شده، در 10 سال نمیخوانه که اونا در یک ماه میخوانن. انسانی که مطالعه میکنه، آگاهی داشته باشه، اطلاعات عمومیش قوی باشه، در هر موردی اگر شبهه‌ای مطرح بشه حداقل یک پیش زمینه‌ای در نزد خودش داره. در مورد کنیز بارها صحبت کردیم که قضیه کنیز و غلام در اسلام امر نیست، واجب نیست، فرض نیست، سنت نیست، مستحب نیست، نفل نیست. شما در هیچ جای قرآن و سنت یک روایت پیدا نمی کنید که گفته باشه ای مؤمنان، ای مسلمانان برید کنیز بگیرید، برید غلام بگیرید. بلکه تاکید قرآن و تاکید سنت، مثلا در قرآن کریم میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی یک منشور حقوق انسان بین المللی است که قرآن 1440 سال پیش این رو بیان میکنه که ای انسان ها، همه انسان ها، یهودی است، مسیحی است، نصرانی است، از هر گروهی که است، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. یعنی چی؟ همه تان مثل هم هستید، یکی پایین یکی بالا. نظام طبقاتی در اسلام نیست. معیار برتری تقواست. بهترین شما متقی ترین شماست. متقی ترین یعنی چی؟ با ایمانتر، با تقواتر، انسان خوب، انسانی که به بشریت خدمت بکنه، به انسانها خدمت بکنه، انسان مفید در یک جامعه. تقوا این نیست که فقط برو 24 ساعت در مسجد نماز بخوان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح، خاصتا در خطبه حجة الوداع، میفرمایند که هیچ عربی بر هیچ عجمی، هیچ سیاهی بر هیچ سفیدی، هیچ سفیدی بر هیچ سیاهی، هیچ کسی برتری ندارد مگر به تقوا. در زمان من یعنی 10 آیت، هزاران روایت وجود داره، من یکی ذکر میکنم. از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که یکی از فرمانروایان که از صحابه بود، عمرو بن عاص پسرش عبدالله، در مصر یک مصری رو شلاق زده بود به خاطر مسابقه‌ای که خلاصه برنده شده بود. اون طرف طلب میکنه، از وظیفه سبکدوش میکنه و شلاق رو میده دست اون مصری. میگه که اونم مصری مسلمان نیست، یک مسیحی است، قبطی است. میگه انتقامت رو بگیره. بعد جمله جالبی رو میفرماید که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شما از کی تا حالا مردم رو برده خود قرار دادید، بنده خود قرار دادید، در حالی که مادرانشان آنها را آزاد به دنیا آوردند. پس این یک اصل رو همیشه در ذهن داشته باشید. در هیچ جای دین مبین اسلام نه فرض، نه واجب، نه مستحب، نه نفل، اصلا همچین امری وجود نداره که شما برید کنیز و برده بگیرید. اسلام یک دین واقعی است، دینی که با واقع زندگی بشریت سازگار است. اسلام در وقتی آمد که در سراسر کره زمین میلیون ها برده وجود داشت. اسلام به جای این که بیاد یک چیزی رو منع بکنه، بیاد یک چیزی رو منع بکنه، مثلا اما اسلام می اومد روز اول میگفت بردهداری سر از امروز ممنوع. این به این معنی بود که هزاران، صدها هزار، میلیون ها برده در سرزمین هایی که تحت حکم مسلمان ها بود ولو می شدن در کوچه و بازار. نه خانه، نه سرپرست، هیچی نداشتن، نه درآمد، چون اصلا این طرف برده به دنیا آمده بود، برده بزرگ شده بود. مثل یک زندانی ها رو آزاد کرده بودن، صبح آزاد کردن، شب همشون پس دوباره برگشتن به زندان. چرا؟
چون رفتن داخل شهر گشتن، نه کار پیدا کردن نه چیز، برگشتن به زندان، چون حداقل در زندان روز 3 وعده غذا بهشون میدادن. اسلام آمد این قضیه رو خواست که ریشه‌کن بکنه، از بیخوبون بکنه. آمد اولا گفت که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادران هم دیگر هستن. بعد از اون آمد حقوقی رو برای هر گروهی، هر جنسی، هر نوعی در داخل اسلام برای اونها حقوق الله هست، حقوق رسول الله هست، حقوق بین انسان هاست، حقوق بین مؤمنین است، حقوق بین زن و شوهر است، حقوق همسایه است. همه اینا رو مشخص کرد. بعد در مورد برده چی گفت؟ از غذایی که میخورید به اونها بدید، لباسی که میپوشید به اونها بپوشانید. یعنی کاری کرد اسلام که 30 سال بعد از نزول این فرامین و دساتیر، حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که برای تسلیم شدن بیت المقدس میرفت، در بین راه با غلامش، یعنی با برده خودش، اسبش رو یا شترش رو نوبت میکرد. 1 ساعت این سوار میشد، 1 ساعت اون سوار میشد. الان شما رو به خدا، بردهداری که امروز در جهان وجود داره بدتر است یا بردهداری که در زمان اسلام بوده؟ طرف بردهش رو 1 ساعت باش نوبت میکنه، در وقتی که وارد بیت المقدس میشه برده سیدنا عمر بر شتر است، چون نوبت اون بود. هر چه اصرار میکنه ای امیرالمومنین بذار من بیام پایین، الان شما دارید وارد شهر میشید. میگه نه، الان نوبت تو است. وارد شهر که میشن، مردم که به استقبال اومده بودن فکر میکنن که این برده‌ای که بالای شتر سوار است این امیرالمومنین است. همه سلام میدن که السلام علیک یا امیرالمومنین. اون بیچاره اشاره میکنه که امیرالمومنین این است، من نیستم. این مساوات انسان اسلام عملا آمد در جامعه پیاده کرد. نه اینکه یک چیزایی امروز مثلا منشور حقوق بشر سازمان ملل نوشتن، همه کشورها امضا کردن. داریم میبینیم در فلسطین در 2 سال در غزه بیش از 60-70 هزار نفر قتل عام شده. کجاست منشور حقوق بشر؟ کجاست سازمان ملل؟ کجاست حقوق انسان؟ سوریه دیروز میاد یک کشوری بمباران میکنه، همه کشور رو به هم میریزه، هیچ کس ها از آب تکان نمیخوره. اسلام نیامد یک چیزایی رو بنویسه اونجا آویزان بکنه بگه که خلاص این چیزای مقدس است، منشور کوروش است و نمیدونم حقوق بشر است و فلان است این است. نه، اسلام آمد عملی این رو در جامعه پیاده کرد. این در مورد برده عموما، چه زن باشه چه مرد. وانگهی در اسلامی نیست که شما برید در یک شهری وارد بشید، زن و مرد رو جمع بکنید برای خودتون برده و کنیز بگیرید. جنگ میشه بین مسلمان ها و بین کفار. زنها و مردهایی که در جنگ اسیر میشن، این نیست که حتما باید اینا برده بشن. یا فدیه پرداخته میشه، یعنی در مقابل آزادیشون مبلغی میپردازن، آزاد میشن، یا تبادله میشه با اسرای مسلمان ها. هیچ کدام از اینها که صورت نگرفت، حالا بگید که مثلا شما بگید که اسلام باید با این چی کار بکنه؟ ولشون بکنه در سرزمین‌های اسلامی، ولشون بکنه که برگردن دوباره در صف دشمن قرار بگیرن، دوباره شمشیر بگیرن، سلاح بگیرن، بیان برای مسلمان‌ها بجنگن؟ نه، اینها رو براشون یک زندگی خاصی رو، ویژه‌ای رو در بین مسلمان‌ها، چون در اون زمان بوده، این در نظر میگیره. همین بردایی رو که اسلام آمد اینها رو به عنوان برده به رسمیت شناخت در صدر اسلام، همین برده ها بعد از 1 نسل، دقیقاً بعد از 1 نسل، همین برده ها فرزندانشان شدن سادات، آقایان، سرداران مسلمان ها در علم، در دانش، در امارت، در حکومت، در سیاست، در همه چیز. شما برید نسل دوم بعد از صحابه تابعین رو ببینید. 85% تابعین فرزندان برده‌هایی هستند که مسلمان شدن. در حدیث سرآمد، در تفسیر سرآمد، در فقه سرآمد، در فتوا سرآمد. اینها شدن سرداران، اینا شدن آقایان، اینا شدن صاحب مناصب در اسلام. این چه ظلمی است که اینا ادعا میکنن که اسلام بر برده ها کرده، در حالی که 1 نسل بعدشون همه اینا میشن سید و سردار مسلمان ها؟ پس ظلمی نبوده، دقیقاً عدالت و مساوات بوده. زنهایی که کنیز گرفته شدن
زنهایی که در جنگ شرکت کردن، اسیر شدن یا برده بودن در بازارهای برده فروشی به اصطلاح در اون زمان که رایج بود در سرزمین‌های فارس و روم و در همه جا، از اون بازارها خرید و فروش می شدن. وقتی اینا وارد سرزمین‌های اسلامی میشن و مسلمان‌ها از آنچه که به نام ملک یمین یا کنیز هست با استفاده از این بند اینها رو میخرن میارن در خونه خودشون. نگاه کنید، اسلام یک دین واقعی است. اسلام دینی است که یک سری ایده های همینطور رویایی نیست که یک مقدس باشه و عملی نباشه در جامعه. اینها در اسلام حالا یک راه حلی برای این سنجیده، برای این برده های زن چی کارش باید کرد؟ اینا رو ولو کرد در خیابان برن مثلا دست به فحشا و زنا بزنن؟ چی کار کرد اینا رو باید؟ اسلام چی میگه به یک مرد مسلمان؟ میگه تو میتوانی غیر از اون همسرت ملک یمین بگیری. ملک یمین چی است؟ زنی که همه حقوق همسر تو رو داره، همه حقوق، نفقه بهش میدی، نیازهای جنسیشو برآورده میکنی، فرزندانش فرزندان تو هستن و با فرزندان اون همسری که به اصطلاح آزاد است و با نکاح شرعی با او ازدواج کردی، با فرزندان این کنیز به اندازه یک تار مو هم فرق ندارن، همه در یک سطح هستن. از نگاه عفت، از نگاه پاکدامنی، از همه نگاه ها ببینی همه اینها در یک سطح قرار میگیرن. بعد وقتی که مسلمان میشه، به مجردی که این کنیز مسلمان میشه اتوماتیک آزادش میکنن. کسی کنیزی داشت پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم، یا پیامبر صلی الله علیه وسلم از اونجا رد میشن یا او با صاحبش آمده بود پیش رسول الله، از او پرسیدن که یا رسول الله، یکی از صحابه است، دقیقاً یادم نیست، داستان صحیح است در سیرت، پرسیدن که الله کجاست؟ این کنیز اشاره کرد به طرف آسمان، گفت آزادش کن که او مؤمن است. یعنی مسلمان شدن اتوماتیک سبب آزاد شدن طرف میشد. همه بردهایی که مسلمان شدن یا آزاد شدن هیچ کدومشون پیامبر و صحابه رو ترک نکردن، تابعین رو ترک نکردن، نرفتن به شهر و دیارشون برنگشتن. سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی و مانند اینها دهها و صدها و هزارهای دیگر. چرا اینهایی که مثلا زید ابن ثابت برده است، زید ابن حارثه برده است، وقتی که مسلمان میشه به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان میاره، بعد از مدتی پدرش خبر میشه که بچه‌شو قبیله دزدیدن و بردن و در بازار برده فروشی فروختن و بعدن این در مکه دست به دست در مکه فروش شده و این در نزد شخصی به نام محمد است در مکه صلی الله علیه وسلم. پدر زید حارث میاد میبینه بچه‌شو پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم، میپرسه محمد کجاست؟ محمد خونش اونجاست. میاد پیش پسرش، آی پسرم، در آغوشش میگیره، تو کجایی؟ من و مادرت چشم به راه تو بودیم، تو رو بردن، تو رو فروختن، یالا پاشو، چقدر تو رو خریدن، قیمت تو رو میپردازیم، تو رو باید. پدر چه خبره؟ من همین زندگی با محمد رو، همین بردگی رو بر زندگی به همراه پدر و مادرم در قبیله خودم، در کشور خودم ترجیح میدم. پدرش کشت، خودشو نرفت، ماند پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. پسر همین زید ابن حارثه اسامه بن زید است. اسامه بن زید بعد از 23 سال در سن 19 سالگی سرلشکر بزرگترین سپاه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که برای جنگ با ابرقدرت جهان در آن زمان امپراتوری روم آماده شده. یعنی چی میخوای در اصطلاح امروز بگی؟ وزیر دفاع، یا چی بهتون بگم، سرلشکر، رئیس ستاد ارتش، یا فرمانده کل نیروهای زمینی. درجه ای که عمر و ابوبکر و علی و عثمان و طلحه و زبیر که سید و سادات قریش بودن به اون مرتبه نرسیدن. بلکه وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید رو سرلشکر تعیین میکنه، همه اعتراض میکنن، یه بچه کوچیک رو تعیین کرده سرلشکر. مردم همه در مکه و مدینه
در مورد زید میگفتن حب رسول الله، یعنی محبوب رسول الله. در مورد اسامه پسرش میگفتن ابن حب رسول الله صلی الله، پسر محبوب رسول الله صلی الله علیه و سلم. محبت رو ببینید. این صحنه ها رو، این واقعیت ها رو در مورد کنیز و در مورد برده به شما نمیگن. اسلام اومده بردهداری رو به رسمیت شناخته. اسلام آمد بردهداری، به برده حقوقش رو داد، بعد از اون آزادش کرد. ببینید وقتی ذهن ها برده باشه، روح انسان برده باشه، شما 100 تا به اصطلاح سرتیفیکت آزادی هم بهش بدی، برده است، چون روحش برده است، ذهنش برده. اسلام آمد روح و ذهن اینها رو اول آزاد کرد. اول بهش چی گفت؟ تو انسانی، از حق دفاع بکن. شما ببینید ابوذر غفاری سید و سردار یک قبیله است، قبیله بنی غفار. ابوذر از اون قبیله رو سیدش هست. بلال حبشی رو رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خریده، آزادش کرده. یه روزی دعواشون میشه، توهین میکنه ابوذر، بهش میگه پسر زنکی سیاه. بر میخوره به بلال، خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسه. صدا میکنن ابوذر، میگن یا ابوذر انت امرؤ فیک الجاهلیه، تو مردی هستی که هنوزم آثار جاهلیت در تو مانده، تو چه حق داشتی که توهین کردی؟ بعد از اون ابوذر میره پیش پای بلال، خودش رو میندازه، گردنش رو رو زمین میگذاره، میگه ای بلال پایت رو بذار روی گردن من تا آثار جاهلیت از وجود من دور شود. اسلام آمد برده رو اول بهش گفت که تو انسانی، تو حق داری، تو حقوق داری. بعد از اون بهش گفت که تو باید در راه به دست آوردن حق و حقوقت مجادله بکنی. تو در سطح بزرگترین و صاحب منصبترین انسان این شهر هستی، هیچ فرقی با او نداری، همتون در یک سطح هستید. آهسته آهسته نسل بعدی آمدن، همون برده شدن سید و سردار، شدن فرمانده های سپاه، شدن بزرگان علم و دانش. و امروز میان به شما میگن که در اسلام بردهداری است و این جوان مسلمان که 24 ساعت سرش در یوتیوب و تیک تاک و نمیدونم فیسبوک و فلان و علان است، نه از تاریخش خبر داره، نه از حقوق خبر داره در اسلام، نه در مورد برده و کنیز خبر داره. و همین کنیزهایی که زنهای مسلمان ها شدن، ببینید اسلام میاد میبینه که این یک دختری، زنی رو که اسیر گرفتن یا در بازار برده فروشی فروختن، اولین نیاز یک انسان خورد و نوش است، یه چیزی باید بخوره برای زنده ماندنش، اینو براش یک مسلمان میاد تامین میکنه. دومین نیاز یک انسان پوشاک است، بدنش رو بپوشانه، این مسلمان میاد براش تامین میکنه. سومین نیاز یک انسان مسکن است، خونه است، اینو میاد براش خونه میده. همه حقوقی رو که یک انسان داره از نگاه اجتماعی براش میسر میکنه. بعد از اون نیاز دیگر بشر چی است؟ نیاز جنسی است، چه زن باشه چه مرد باشه. همونطوری که یک مرد نیاز جنسی داره، یک زن نیاز جنسی، و این نیاز جنسی رو مرد مسلمان برآورده میکنه. بعد همه حقوق یک انسانی رو که امروز در دنیای مدرن قرن 21 به انسان ها نمیدن، مرد مسلمان 1400 سال پیش به یک کنیز، به یک برده خودش میداد. و بعد از اون به اون لقب مادر فرزندان داده میشه. اگر فرزنددار بشه، مسلمان بشه، آزاد میشه. و این یواش یواش بعد از یک قرن، دو قرن کلا از بین رفت و اثری از این نماند. این هست که در بعضی از جوامع، بعضی از حکومت ها آمدن از این قضیه کنیز و برده سوء استفاده کردن. خیلی از خیلی چیزا مردم دارن سوء استفاده میکنن. از قرآن هم خیلی ها دارن سوء استفاده میکنن. وانگهی همین شماهای انسانهایی که امروز فکر میکنید شما برده نیستید، آزاد هستید. اسلام حداقل مثلا اگه بردهداری رو به رسمیت شناخت، اسم کسی رو که ازش نگرفت
وقتی گفتن زید ابن محمد، الله متعال آیه نازل کرد که ادعوهم لآبائهم، با اسم پدراشون صدا بکنید. درسته که برده است، هر چی که باشه به اسم پدرش صدا کن. چرا به اسم خودت صدا میکنی؟ شد زید ابن حارثه، به اسم پدرش صداش کردن. اما امروز در قرن 21 همه بشریت امروز بردن. همه بشریت امروز بردن بلا استثناء. برده هایی که حتی اسمشون رو کسی به رسمیت نمیشناسه. هر کدام شما یک شماره به اصطلاح شناسنامه دارید، درسته؟ آیدنتی کارت در همه دنیا. آمریکایی از، روسی از، چینی از، افغانی از، ایرانی از، بنگالی از، پاکستانی از، ترک، هر گوشه دنیا همتون یک شماره‌ای دارید. یک شماره‌ای دارید که این شماره شناسنامه، نمبر تذکره در افغانستان بهش میگن، در ایران شماره شناسنامه، آیدی کارت، کیملیک. این شماره شناسنامه شماره بردگی شماست. همه بشریت، همه ما برده ایم، برده همین شماره ایم. حکومت ها ما رو با این شماره میشناسن. برده شماره 67991، برده شماره 4561، برده هایی که هستیم شماره داریم. برده ای کی هستیم؟ برده یک حکومتی هستیم که 4 نفر در اونجا نشستن، همه این برده ها رو که اسمشون هم کسی به رسمیت نمیشناسه اداره میکنن. شما رو با شماره میشناسن. همتون شماره دارید. سابق برده ها رو یک علامتی بهشون میزدن، یکی ماه میزد، یکی ستاره میزد، یکی صلیب میزد، یکی علامتی میزدن که برده شناخته بشه. جسم برده ها رو علامت گذاری میکردن. امروز یک چیپسی دارن درست میکنن که زیر پوست انسان ها کار میگذارن. بعد از اون دیگه نیاز به شما به کارت شناسایی هم نداری. همین چیپسی که در بدنت کارگزاری شده، کجا رفتی، از کجا اومدی، همتون کارت شناساییتون رو باز بکنید، نگاه کنید. یک سیم کارت داره در یک گوشش. اون کسی که بادار شماست، رئیس شماست، حالا اسمشو گذاشتن حکومت، شما رو همه چیزتون رو داره کنترل میکنه. کجا رفتی، کجا نشستی، چی گفتی، تلفنت مراقب، از طریق همه پاسپورتاتون رو باز بکنید ببینید یک سیم کارت داخلش نصب است. همه چیزتون رو داره سید و سردارتون که همین حکومت هاست داره کنترل میکنه. همه بردن در این دنیا، برده ای که شماره دارن، برده ای که یک قانونی رو درست کردن، یک سری مقدساتی رو درست کردن، مثل برده‌های سابق که پیش بادارش و سیدش خم و راست میشد. امروز تو باید در مقابل قانون اساسی، در مقابل پرچم، در مقابل این قوانین خم و راست بشی. یک پاتو کج بگذاری کجا میندازنت؟ زندان. بردهداری که امروز وجود داره خیلی بدتر از بردهداری 1400 سال پیش است. همه انسان ها، همه بشر امروز بردن. همه بشر امروز برده دلار نیستن. دلار رو از بازار افغانستان بکشن، قیمت پول افغانستان میاد پایین. از بازار ترکیه بکشن، قیمت لیره میاد پایین. از بازار ایران بکشن، قیمت تومان میاد پایین. از نگاه اقتصادی همه بشریت امروز برده دلارن، برده اقتصادی دلارن و این یک واقعیت است. چه بخوای چه نه، خوشتون بیاد بدتون بیاد، بردن همه. از نگاه سیاسی، اجتماعی، همه بشریت، بیش از 7-8 میلیارد انسان در این کره خاکی برده 5 کشورن. شورای امنیت سازمان ملل، سرنوشت همه بشر دست این هاست. 5 کشور، 5 کشور برای همه بشریت تصمیم میگیرن. این 5 تا کشور همه بشریت رو برده خودشون میدانن. این در مورد بردهداری. البته بخوایم در مورد این بردهداری و حقوق و ضوابطش و اینا صحبت بکنیم 10 برنامه نیاز هست و بارها صحبت شده. اما من امروز از منطق اینهایی که امروز روشنفکران هستند، دگر اندیشان هستند، همین روشنفکر دگر اندیش برده یک شماره شناسنامه است که حکومت براش داده و هر وقت که بخواد، هر بلایی بخواد سرش میاره. نمیتونن الان حساب بانکی تو ببندن، 1 سنت نمیتونی از حسابت برداری. بر اساس چی میبنده؟ بر اساس همون شماره بردگیت، شماره شناسنامت.
حسابم بلوکه شده در بانک. چی شده؟ دولت بسته. چرا بسته؟ والا یک جای پول فرستاده بودم و کسی برام پول اومده بود، بانک بسته. میری فرودگاه، شما ممنوع الخروج هستید. چرا؟ چون شماره بردگی تو اونجا تو بلک لیست گذاشتن. اختیاری که از خودت نداری. هر چی که اونها برای تو تصمیم گرفتن، یک قانونی رو ساختن و تو بدون چون و چرا باید اون رو اجرا بکنی. حالا مقایسه کنید بین بردگی قرن 21 و بردگی قرن مثلا 6 و 7 میلادی. ببینید کدومش بدتر است. این در مورد بردگی. در مورد سن حضرت عایشه هنگام ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن و به این میپردازن و این رو بزرگ میکنن، آی بردگی جنسی بوده، آی کودک آزاری بوده، آی فلان بوده، آی علان بوده، همین انسان ها رو من نمیخوام از روایات و از این چیزا صحبت بکنم. امروز این شبهات رو فقط میخوایم علمی و عقلانی جواب بدیم. همین انسان رو بگو که تو در سن چند سالگی ازدواج کردی، میگه والا در سن 20 سالگی، 22 و 25 سالگی، بعد اینکه دانشگاه تموم کردم ازدواج کردم. یا تا هنوز ازدواج نکرده. چرا ازدواج نکردی؟ والا تا هنوز یعنی میسر نشده. سنش 20 22 سال، 25 سالشه، تا هنوز ازدواج نکرده. چرا ازدواج نکردی؟ والا نمیشه دیگه، وضعیت دور و زمانی میدونی که خرج داره، مصرف داره، فلان. همین انسان که پدر و مادر در سن چند سالگی ازدواج کرده، یقین داشته باشید که زیر 20 سال ازدواج کردن. خاصا مثلا همین نو اندیشان و روشن فکرانی که از ایران و افغانستان اینجا هستن. یک کمی عقب‌تر برید، جدشون، پدر بزرگ و مادر بزرگشون در سن چند سالگی ازدواج، یقین داشته باشید زیر 15 سالگی ازدواج کردن. همین تفاوت سنی در ازدواج در داخل 50 سال گذشته رو شما ببینید، فرقش تقریبا از یک نسل تا نسل دیگه حدود 5 سال هست. پس اگر 1400 سال پیش یک مرد 50 ساله با یک دختر مثلا 9 ساله یا به روایتی 10 ساله یا به روایتی 18 ساله ازدواج کرده، کودک آزاری بوده، پس پدر تو هم کودک آزار بوده، پدر بزرگت هم کودک آزار بوده، پدر بزرگت هم کودک آزار بوده. اصلا این علمی که تو بهش ایمان داری، چون ما به الله متعال ایمان داریم، اینا به علم ایمان دارن، هر چی که بگی از نگاه علم میگه باید بحث میکنم. خب در همین علم خودتون، همین خدایی که شما برای خودتون درست کردید، علم خودتون امروز میگه که دخترها در بین سن 8 سالگی تا سن 14 سالگی و تا 20 سالگی به سن بلوغ میرسن. آقا این علم وقتی یک دختری در سن 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی، 15 سالگی، 18 سالگی، چرا فرق میکنه؟ اینها بر حسب مناطق فرق میکنه. مناطق گرمسیر زودتر، مناطق سردسیر دیرتر. چرا فرق میکنه؟ به خاطر آب و هوا، به خاطر غذا، به خاطر محیط، همه اینا تاثیر داره. پس این علم شما یک خللی درش هست. چرا یک دختری که در سن مثلا 15 سالگی، 14 13 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی به سن بلوغ جنسی میرسه، اینکه عادت ماهانه میشه، یعنی چی؟ یعنی به سن بلوغ جنسی رسیده و آمادگی داره برای ازدواج. از نگاه علمی این است. پس اگر این رو شما قبول، نه سن ازدواج باید 18 باشه، باید 20 باشه، باید 25 باشه، اینا رو این قانون بردگی که در موردش صحبت کردم، قانون بردگی تعیین کرده. نه بر اساس علم است، نه بر اساس منطق است، نه بر اساس اجتماع است، نه بر اساس قانون بشریت است. یک انسان خودخواهی گفته که سن ازدواج باید 18 سالگی باشه. در همه دنیا قانون کردن. هر کس هم که کمتر از 18 سال دخترش رو به ازدواج بده، آقا این مجرم است. این رو که تعیین کرده، همون که تو برده او هستی، همون حکومت، همون قانون. خب پس این علم شما یک چیز مزخرف و بی‌معنی است که یک دختری در سن 10-12 سالگی به سن بلوغ جنسی میرسه و باید در سن 18 سالگی ازدواج بکنه. چرا در اسلام سن تعیین نمیشه؟ چرا در اسلام فقط بلوغ جنسی مهم نیست؟
بلوغ عقلی مهم است، بلوغ جنسی مهم است، بلوغ جسدی مهم است، بلوغ روحی همه اینها مهم است. به خاطر همین یک دختری رو در اسلام به ازدواج کسی در نمیارن الا که خودش موافق باشه. یعنی چی؟ یعنی این بلوغ علمی، بلوغ روحی. شما در طی 50 سال خدمت شما عرض کردم که چقدر همه شما پدر و مادراتون رو ببینید در چه سنی ازدواج کردن و شما در چه سنی میخواید ازدواج بکنید یا ازدواج کردید. در همین 2 دهه اخیر چقدر اختلاف چه برسه به این که 1400 سال پیش. رسول الله صلی الله علیه و سلم این نبود که از روز اول رفته باشه یک دختر 9 ساله و 10 ساله رو گرفته باشه الا بالله من با این ازدواج میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سن 22 سالگی با زنی ازدواج کرده که 2 برابر خودش سن داشته. اینو هیچ کس ذکر نمیکنه. با زنی ازدواج کرده که تقریبا میشه گفت که مثل مادرش بوده. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ازدواج با خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها برخوردی که خدیجه با ایشون میکرد یک برخورد مادرانه بود. دو برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم سن داشت. اینو هیچ کس ذکر نمیکنه که یک کسی که در سن 22 سالگی که اوج شهوت یک انسان است، اوج بلوغ جوانی یک مرد است، میره با یک زنی ازدواج میکنه که چند سال بعد به سن یأس میرسه، هیچ میل جنسی در وجودش نخواهد بود. اینو کسی ذکر نمیکنه. وانگهی آیا پیامبر مجرداً بعد از فوت خدیجه رضی الله عنها رفت دنبال یه دختری گشت که با او ازدواج بکنه؟ نه خیر، مدتی اصلا ازدواج نکردن تا اینکه ام ایمن بود یا زن دیگری بود از زنانی که در مکه بود که به اصطلاح کنیز بنی هاشم بود، ایشون پیشنهاد میکنه چرا با دختر ابوبکر ازدواج نمیکنی؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه موافقت صورت میگیره و مقدمات خواستگاری و همه چیز تموم میشه، بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 سال بعد از اینکه به مدینه میرن با عایشه رضی الله تعالی عنها ازدواج میکنن. این رو کسی ذکر نمیکنه. وانگهی همین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که شما سیرت رو میخونید، کوچکترین مسئله خلاف میلش اگر در خانهش رخ میداد عکس العمل نشان میداد، حتی در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم و در مقابل بقیه همسران و اطرافیان رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک مورد وجود داره که ایشون اعتراض کرده باشه که والله منو به زور دادن به محمد صلی الله علیه و سلم، من راضی نبودم یا با من این گونه رفتار صورت گرفته. این همه دشمنانی که در اونجا بودن که کوچکترین حرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اگر که خلاف میلشون میدیدن خورده میگرفتن، یک مورد از یکی از دشمنان، از یهود، از نصارا، از روم، از فارس، از مشرکین، از مخالفین رسول الله صلی الله علیه و از منافقین در مورد این که پیامبر رفته مثلا با یک دختر خردسال ازدواج کرده آمده. دوستان عزیز، ما هر چیزی رو که در آن زمان بود با وضعیت فعلی زندگی خودمان نباید بسنجیم. در اون زمان این مسئله یک مسئله نرمال بوده، یک مسئله کاملا عادی بوده. مثلا من یک موضوعی رو خدمت شما عزیزان نشون بدم که در یک زمانی خیلی یک مسئله عادی بوده و الان یک عیب خیلی بزرگی است. تصاویر زیادی هست اما من فقط یکیشو خدمت شما عزیزان اینجا نشون میدم. این عکس رو انشالله اگر بتونم اینجا دوستان میتونن نشون بدن این رو. بله،
این عکس رو میبینید دوستان عزیز، این توالت های اروپا بوده در حدود تقریبا تا 400 سال پیش هم 300 سال پیش هم در اروپا بوده این توالت ها. میدونید اینجا هر مکانی که اینجا هست یک نفر می اومده اینجا می نشسته. تصویر زیری نمونه ای از همین چیز است. اینا از کتابای خودشون آوردن، ما درست نکردیم. این یک واقعیت است. بنویسید توالت های قرون وسطا در اروپا. تا همین 300 سال پیش در اروپا مد بوده این توالت ها. الان شما تصور بکنید، الان بیا به یک انسانی بگو که 10 نفر 20 نفر توی اتاقی جمع می شدن، هر کدوم شلوارشو در می آورد، می نشست اونجا توالت میکرد، با بغل چیز داستان میگه والا امروز امپراتور بیزانس این کارو کرده، نمیدونم فلان این کارو کرده، با هم دیگه گپ و شبم میزدن اونجا. خیلی عجیبه امروز براتون، نه که این همچین اتفاقی بیفته، اما 300 سال پیش یک امر عادی بوده. « 300 سال پیش این موضوع یک موضوع پیش پا افتاده عادی بوده. و مثل این نمونه هایی رو مثلا خانوماشون رو در همین اروپا تا همین حدود 300-400 سال پیش، موقعی که آقایونشون به جنگ میرفتن، به خاطر اینکه خانوماشون زنا نکنن، با مردان دیگه رابطه نداشته باشن، یک شورتی رو از آهن درست میکردن که فقط مکان ادرارشون و غائطشون باز بود. این رو میپوشاندن به خانماشون، دو بغلش هم قفل میزدن. حالا این آقا 1 سال بعد برمیگشت، 2 سال بعد برمیگشت، این شورت آهنین در تن خانمش بود. حالا ما بیایم امروز بگیم که آی مردم اروپا 300-400 سال پیش اینطوری بودن. بابا در اون زمان هم اینطوری بودن. نه الان اینطوری نیستن. الان خیلی مردم متمدن و پیشرفته هستن. خیلی از چیزایی بوده که در زمان سابق خیلی یک مسئله نرمال بوده، خیلی نرمال بوده، اصلا عادی بوده، هیچ کسی هیچ اعتراض. ببین پیامبر یک فرشته‌ای نبود که از آسمان آمده باشه. انا بشر مثلکم، میگه من بشری مانند شما هستم. پیامبر در یک دوره زمانی آمده مثل بشر در بین ما زندگی کرده، یک انسان خارق العاده‌ای نبوده. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد یک پیامبر است صلی الله علیه و سلم. بابا عایشه اعتراض نمیکنه رضی الله تعالی عنه، ابو بکر اعتراض نمیکنه، پدرش، مادرش ام رومان اعتراض نمیکنه، اهل بیتش اعتراض نمیکنن، قوم و خویشش اعتراض نمیکنن. خب گور پدر کسی که الان داره اعتراض میکنه به تو چه؟ 2 نفر با هم ازدواج کردن، فرق سنشون خلاص 40 باشه، 50 باشه، 60 باشه. بعد چی میان میگن آیا شما امروز راضی هستی که دختر 9 سالتو به ازدواج یک مرد 50؟ نه امروز راضی نیستم. خیلی راحت جوابشون رو بدید، نه راضی. چرا راضی نیستی؟ خب پیامبرت کرده. در اون دوره و زمان هیچ اشکالی نداشته، اما در این دوره و زمان اشکال داره. امروز عرف و عادات بشر این رو نمیپذیره. گناهی مرتکب شده؟ نه، چون هیچ گناهی نبوده در اون زمان. من دوستان عزیز لیستی از امپراتورها، بزرگان همین اروپا و آمریکا که با زنانی در سن 8 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی، 12 سالگی ازدواج کردن، لیست کاملش دارم که الان جاش نیست که من در برنامه بیام این رو همه رو برای شما نشون بدم. من در مورد سن بلوغ و اینکه یک دختر میتواند در این سن ازدواج بکند، نظریات از قرآن و سنت نه، نظریات همین علمایی رو که اینها علمای علم و دانش میگن و مثل خدا میپرستن، کتاباشون رو براتون میارم. مثلا رساله در باب بیماری‌های زنان، اختلالات قاعدگی، جان پتروس، یکی از علمای امراض زنان در اروپا نوشته. این جلد کتابش. صفحه بعد در مورد این صفحه 10 ترجمه فارسیش هم در جلوش اینجا. جدول دوم نشان میدهد که بیشتر زنان در مناطق گرم بین 12 تا 15 سالگی به بلوغ میرسند در دوران ما الان و قاعدگی را آغاز میکنند در مناطق معتدل بین 13 تا 18 سالگی و در مناطق سرد بین 14 تا 22 سالگی. الان شما یک دختر
12 ساله عربستانی رو بیارید کنار یک دختر 18 ساله بریتانیایی قرار بدید و کنار یک دختر 22 ساله دانمارکی، نروژی، مناطق خیلی سرد، این ستا رو کنار هم قرار بدید با هم اینجا و از یک نفر بپرسید که آقا اینا کدومشون بزرگتره؟ والله بالله تالله اشاره میکنم به اون دختر عربستانی 12 ساله، میگن این از همه بزرگتره. کسانی که عربستان رفتن، کشورهای خلیج رفتن، کشورهای عربی رفتن، این رو به وضوح میتونن ببینن. این یک مسئله علمی محض است. این فکر کرده مثلا اون احمقی که امروز میاد میگه که آی کودک آزاری بوده، این مثلا یک دختر 9 ساله عرب رو با خواهر 9 ساله خودش مقایسه میکنه. نه اینطوری نیست. مثل این من 10 مورد کتاب‌های علمی دارم که میتونم خدمت شما عزیزان، این جدولی که خود همین عالم درست کرده از کتاب خودش است. تشکر میکنم دوستان. کتاب دیگری است مامایی و بیماری‌های زنان، چاول شی یا جاول شی. اینم از خدایان اینا هست که علم رو میپرستن. در این صفحه کتابش، در صفحه 37 این کتابش، در اینجا میاد میگه در پاریس گاهی دختران دیده میشوند که در سنین 10، 11، 12 سالگی به طور منظم دچار قاعدگی میشوند. ولپو یکی را میشناخت که در 9 سال و نیم قاعدگی داشت، دیگری در 10 و نیم سالگی و یک زن جوان که در 14 سالگی به قد و قوتی مشابه زنان 20 ساله داشت و از 8 و نیم سالگی کاملا در حالت بلوغ بود. بابا جان علمتون داره میگه که یک دختری در 8 و نیم سالگی کاملا در حالت بلوغ بوده. یعنی ما میگیم الله متعال انسانها رو ساخته، شما میگید که از نسل میمون بودن و علم ساخته. در سن 8 و نیم سالگی یا 8 سالگی وقتی یک دختر به سن بلوغ جنسی میرسه یعنی چی؟ آیا این یک کار بیهوده است؟ امروز شرایط زندگی، امروز مشکلات زندگی سبب شده که تا جوان بیاد در سن 25 سالگی 30 سالگی ازدواج بکنه. و الا به مجردی که یک دختر و یک پسر به سن بلوغ میرسند نیاز دارن به مسائل جنسی. این یک طبیعت است که الله سبحانه و تعالی بشر رو ساخته، یا به اعتقاد اینها علم بشر رو ساخته. من مثل این 10 مورد از کتاب‌های علمی دارم که این مسائل رو خدمت شما عزیزان نشون بدم، اما به همین اندازه اکتفا می‌کنیم. و این شبهاتی است که خیلی مسخره است، خیلی مسخره است، منتها سبب این که انسان‌هایی میان متأثر میشن دلیلش نبودن علم و دانش است. اطلاعات عمومیتون رو زیاد بکنید، علم و دانشتون رو زیاد بکنید، برید سرچ بکنید. امروز بابا جان از این ما یک وقت میگفتیم آیت الله گوگل، الان اومده آیت الله العظما هوش مصنوعی، هر چی ازش بپرسی بهت میگه. برید سرچ کنید، بپرسید مسائل علمی رو. مثلا مادر لوئیس پانزدهم پادشاه فرانسه در سن 9 سالگی ازدواج کرده.
در سن 9 سالگی ازدواج کرده، هم بستر شده با پادشاه وقت، و مثل این بیش از 15 مورد از ازدواج در سن 6 سالگی، 9 سالگی، 8 سالگی، بین سالهای 1000 و من نزدیک آوردم، دورشو نیاوردیم، نزدیک شده، بین قرن 18 تا قرن 20 در همین اروپا وجود داشته. پس اینی که رفته مثلا در سن 9 سالگی با پادشاه ازدواج کرده، برای دیکور که نبوده، حتما ازش استفاده جنسی کرده. خلاصه این جواب این دوست عزیزمون که در این مورد سوال کرده بودن، دو شبهه رو مطرح کرده بودن و پاسخ دادم که پاسخ کمی طولانی شد. عزیزانمون میتونن که از این به بعد تماس بگیرن و انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این سوال رو هم پاسخ دادیم. انشالله دوستان اینا رو به شکل کلیپ های کوچیک هم آماده خواهند کرد و پخش خواهد شد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشه. برنامه قبلی شما را دیدیم درباره توحید، بسیار لذت بردیم. سلامت باشید، زنده باشید. بفرست. ما یک پیشنهاد داشتم، اگر امکان داشته باشه بعضی استادایی که درس میتونن در برنامه تان بعضی وقت صدا کنین خوب میشه. استاد فضل حق سلیمانی. استاد سلیمانی برنامه دارن، تفسیر قرآن دارن، هفته 2 بار پخش میشه برادر عزیز. نه منظورم اون نبود، من برنامه‌شان در برنامه زنده یعنی در برنامه زنده بیان. ما دوست داریم با اون هم یکم کلام شویم. حتما انشالله. من پیام شما رو به جناب استاد سلیمانی میرسانم انشالله که از استاد مولانا عبدالقدس دیقانم صدای مرا بشنو انشالله که الله تعالی از نام راضی باشه. آمین. زیاد زحمت میکشه. سلامت باشید. آمین. تقریبا حدود 18 سال شد من برنامه شما رو تعقیب میکنم. زیاد از شما دانش آموختیم. الله مطالب استان کنم. ما شما را نوشته میکنیم در اینجا. الله مطالب استان کنم. تشکر از شما برادر عزیز. شما را همچنان در آخر یک دعا برای ما یک دعا کنیم که انشالله در روز آخرت محمد صلی الله علیه و سلم یک همسایه باشیم. الله سبحانه و تعالی شما و همه برادران و خواهران مسلمان ما را و مؤمن ما را با نبیین و صدیقین و شهدا و در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت برین محشور بگردانه برادر است. ان شاء الله شما را همچنان در این دنیا ما زیاد با شما ملاقات کردن نتونستیم، ان شاء الله در آخرت با شما و استادای عزیز بسیار گرامی هستین. سلامت باشید، زنده باشید. الله مطالب استان کنه. شما را همچنان الله شما راضی باشه. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما برادر است. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز من 2 سوال داشتم. یکی این که اگه لطفا جواب بدید، تو برنامه قبلیتون گفتید که قبل از نماز جمعه سنتی که مثلا مردم 4 رکعت میخونن به نیت سنت هست یا نه؟ ببینید در بعضی روایت ها 2 رکعت هست، در بعضی روایت ها 4 رکعت هست. بله هست، بعد از جمعه هم هست و قبل از جمعه هم هست. قبل بعدش که مثلا آدم میتونه 2 رکعت بخونه، 2 رکعت یا 4 رکعت، ولی قبلش
نظر به احادیث وقتی که مثلا رسول سلام خودش میامد مثلا خطبه میره بالا میشه دیگه مثلا سنت نمیخواد 4 رکعت سنت پنجشنبه آدم میتونه 2 رکعت، یعنی عادتا صحیحش این است که وقتی که وارد مسجد میشوید 2 رکعت نماز، در چیزی که در حدیث صحیح و صریح ثابت است 2 رکعت است. بله منظور من این نیست. منظور من اینه که کسی که مثلا ملا آذان میده میگه نماز وقت نماز است، بعد 4 رکعت مردم نماز میخوان روز جمعه، این که نه صحابه کرده. بله در اثنای خطبه هیچ نمازی غیر از تحیه مسجد جایز نیست. نه استاد منظور من این نیست، که معلوم است، یعنی کلا منظورم اینه که قبل مثلا مردم مثلا فرق نمیکنه، مردمی که میگن ما احناف هستیم، چه مردم افغانستان، ترکیه یا غیره، روز جمعه که میشه یک دفعه مثلا مؤذن اذان میده مردم بلند میشن میگن 4 رکعت نماز ما میخوانیم، نماز سنت است. ببینید برادر عزیز، ببینید اگر در اثنای خطبه نباشه و وقت ممنوع هم نیست، یعنی در روایات ما داریم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از خطبه وارد مسجد می شدن، 2 رکعت تحیه مسجد می خواندن و بعد از اون تا اندازه‌ای که میتونستن نماز میخواندن. یکی 4 رکعت میخواند، یکی 8 رکعت میخواند، تا 12 رکعت ثابت شده است. یعنی ما نباید که اینجا این عمل رو یک عمل بدعت بدانیم که قبل از جمعه بالا چرا 4 رکعت خواندن، چرا 8 رکعت خواندن یا چرا 2 رکعت خواندن. مادامی که خطبه شروع نشده و شما وارد مسجد شدید، آیا مانعی وجود دارد که شما 20 رکعت نماز نفل بخوانید، مثلا سنت بخوانید؟ به شما میزنه اگه ما به اینا بگیم که تو الان 4 رکعت میخوانی، اینا چرا 6 رکعت نمیخوانی، اونا با تو مشکل میداشت باشه. همینی که 4 رکعت میخوانه اگه 2 رکعت بخوانی همین با تو مشکل میداشت. اینجا یک نکته‌ای هست. دقیقاً اینجا یک نکته‌ای است. بله، اینجا یک نکته مهمی است که شما بهش اشاره کردید و اون این که ما یک عملی رو در یک وقت معین، در یک زمان و مکان معین به عنوان عادت که انه سنت هست رو انجام دادنش، این بدعت است، جایز نیست. مثلا کسی بیاد هر روز مثلا ساعت 3 بعد از ظهر بره 2 رکعت نماز بخوانه و همیشه به این دوام بده، در هیچ جای سنت همچین چیزی نیست. 2 رکعت بخوان، 4 رکعت بخوان، 8 رکعت بخوان، اصلا 100 رکعت بخوان، فرصت داشتی، مشکلی نیست مادامی که وقت ممنوع نباشه. اما تعیین کردن یک عبادتی در یک وقتی و برای او یک فضیلتی قرار دادن و رتبه‌ای قرار دادن، مانندی که بگی واجب است، سنت است، بدون دلیل از قرآن و سنت، این جایز نیست. منظور من استاد عزیز همین بود که مردم ما یکم آگاه بشن و بفهمن 4 رکعتی که به نیت نماز سنت میخوانن این که نیست سنتای مثلا سنتایی که 12 سنتی که آدم بر روز میخوانه، اینا که جز 4 رکعتی که روز جمعه قبل از نماز میخوانن جز از اونها نمیشه. اگه این که به نیتی میخوانن که ما همینجوری میخوام نماز نفلی بخوانم، میخوای 2 بخوانی، 4 میخوانی، 6 میخوانی، بخوان تا که میتونی اصلا بخوان، مشکل نیست. و استاد یه سوال دیگه، نظر شما چی سلام درباره افغانایی که الان مثلا حکومت آخوندی رافضی مشرک این هم ظلم میکنه سر افغانستان، سر مردم های افغان، الان درست سیگرد مردم هستن که الان مثلا یکم سر خود میزنن میگن که با ما ظلم شده، ولی هنوز هم خیلی کسایی هستن میخوان رقم اینو نشان بدن که میگن که مثلا جنگ 2 تا بیادر دیگه فرق نمیکنه، 2 تا بیادر طرف تو میزنی یا تو میزنه، بین بچه کاکا بین بچه عمو میتونه مشکلات پیدا میشه. هنوز هم کسایی هستن که هنوز از حکومت آخوندی نفرت نمیداشته باشن. من اینو درک نمیکنم چطور میشه اصلا. من اتفاقا اگر شما برنامه آن روی سکه هفته گذشته رو اگر دیده باشید، همین هفته روز سه‌شنبه رو کلا در مورد ولا و برا صحبت کردیم. کسانی که امروز هنوز هم از این رژیم خوششان میاد و از اونها طرفداری میکنن، اینها مشکل در ایمان و عقیده دارن، مشکل در فهم لا اله الا الله دارن. باید برن عقیده و دین را از سر دوباره بخوانند. بله بخصوص این آقای چیز اسمش ملا صدیقی نمیفهم اسمش چیز تا اگه بود جنگ 12 بین یهود و روافض 10
نازی باز شد که نمیفهمم که حالا که شیعه که هست نیست فضای دین اسلام اینا پیش میبرن. الان که اینقدر مردم افغانستان مثل گوسفند، به خدا گوسفند حیوان بیشتر ارزش داره پیش آخونده و این حافظی ها و این مجوسی ها نسبت به مردم افغانستان. الان چرا دهن خود باز نمیکنن؟ این مشکل اینا ببینید برادر عزیز، اینا من در برنامه گذشته عرض کردم اینا عده‌ای صوفی هستن، صوفی خرافی. صوفیای خرافی برادران رافضه هستن، یعنی در مسائل اعتقادی با رافضه یکی هستن. مثلا روافض میگن که امام صاحب اختیار است، صوفی خرافی میگه که پیر ما صاحب اختیار است. بین این دو عقیده چه فرق است؟ هیچ فرقی نیست. صوفیای خرافی با رافضی ها اینها برادران هم دیگر هستند، در اعتقاداتشون با هم برادرن و هیچ تعجب نکنید که یک روز یک صوفی سیفی، یک صوفی خرافی بیاد از شیعه دفاع بکند. این یک طرف موضوع. تعدادی از ملاهای ما و دعوتگران ما و استادای بزرگ، دکترها و فلان، اینا علفی های نظام ایران هستند، یعنی علفشان از طرف ایران میاد و اگر طرفداری نکنن علفشان قطع می شود. به خاطر همین من اینا را حنفی نمیگم، اینا را علفی میگم. علفی به معنی این که علفشان از اون طرف میاد و مجبور هستن، علف که نیامد دیگه زندگی مشکل است، باید طرفداری بکنن. بعضی از اینها واقعا جاهل هستن، نمیدانند. یعنی من با یکی از این ملاها صحبت میکردم در همین چند روز پیش که مسئله درزیا که در سوریه پیش آمد، گفتم درزیا شیعه هستن. گفت چی؟ گفتم درزیا شیعه هستن. میگفت من نمیدانستم. خدا تو را بزنه، تو در کدام مدرسه ملا شدی؟ و این ملایی که میلیون ها نفر طرفدار داره میگه که والا من خبر نداشتم که درزیا شیعه هستن. بابا جان، درزیایی که امروز اسرائیل از اونها دفاع میکنه در مقابل حکومت سوریه، در مقابل احمد شرع در سوریه، اینها شیعه هستن، شیعه امامی هستن. خودش اینا از بقایای فاطمیون و سلامت باشید برادر عزیز. تشکر شما. سلامت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. احمد عمر هستم، از کابل به تماس شدیم. عمر جان برادر عزیز بفرمایید. خب در رابطه با کتاب صحیح بخاری من سوال داشتم استاد بزرگوار که بزرگترین کتاب و معتبرترین کتاب بعد از کتاب الله، بعد از قرآن عظیم الشان، صحیح بخاری در نزد ما است، یعنی در نزد اهل سنت است. درست. تمام احادیث صحیح بخاری صحیح است و کدام قیل و قال در احادیثش وجود نداره؟ نه داره، تقریبا بیش از 10 روایت در صحیح بخاری روش حرف و حدیث است. خب استاد بزرگوار، یکی از احادیث صحیح بخاری را ما براتون میخوانم، حدیث 5255 صحیح بخاری. بفرمایید. خب در این حدیث میگه که البته در باب طلاق است فکر کنم، میگه که با پیامبر خدا روان بودیم، بالاخره به یک باغ رسیدیم که به نام شوت یاد میشد. در آنجا دختر از قبیله بنی جونیه به نام الجونیه که در خانه در میان نخلها نمونجا بود اقامت داشت، آورده شد. هنگامی که پیامبر وارد شد از او خواست که خود را به او به عنوان هدیه ببخشه. یعنی پیامبر برش گفت که لفظ عربیش میخوانید که لفظ عربیش بخوانید که من بخوانید لفظ عربیش. لفظ عربیش حدثنا ابو نعیم، حدثنا ابو نعیم. ادامه بدید. حدثنا عبدالرحمن. لفظ حدیث رو بخوانید، سندش مهم نیست. اوکی، لفظ حدیث ما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بله. خب یک لحظه. خرجنا صلى الله عليه وسلم الى الحائط يقال له الشوت. الشوت. الشوت شما
سرچ کنین شاید پیدا شود. حدیث خب. شماره 5255. بله بخوانید الان. خب ترجمه شما میخوانم چون برمی خودش درست بر ما معلوم نمیشه. میگه که رسیدیم و بالاخره پیامبر از او خانم خواست که خدا برای من هدیه کن، اما او خانم گفت که من دختر از قبیله بنی جونیه بود. خب ادامه حدیث قسم بود که هنگامی که پیامبر وارد شد از او خواست که خود را برای من، او پاسخ داد آیا یک ملکه میتواند خود را به یک مرد عادی ببخشد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم دست خود را به سوی او دراز کرد تا او را آرام کند یا تا آرام گیرد، اما او گفت از تو به خدا پناه میبرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو به کس پناه بردی که پناهنده است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراهانش فرمود ای ابو اسید 2 لباس سفید به او بده و او را به خانوادهش برگردان. خب مشکل چی است در این روایت؟ خب در اینجا گفته که پیامبر خدا دست خود دراز کرد به سوی زی خانم و این خانم گفت که از تو به خدا پناه میبرم، یعنی پیامبر خدا به خاطر آرام گرفتنش دست خود یعنی وقت پیامبر گفت که تو خدا برای من هدیه کو، او گفت نیم به خدا پناه میبرم، باز پیامبر دست خود دراز کرد که او را آرام کنه. درست؟ خب این مشکل نداره به نظرتان؟ یعنی آیا پیامبر به قصد لمس کردن او مثلا دستش دراز کرد؟ مثلا من به شما میگم آرام باش، دستم به طرف شما دراز میکنم اینطوری آرام باش، یعنی کدام مشکلی است داریم؟ خب یعنی دست خود دراز کرد که او را آرام کنه، یعنی ما دقیق ذکر نکرده که دست خود به خاطر لمس کردن دراز کرد یا به خاطر لمس کردن دراز نکرد. هیچ کدامش بیان نشده. مادامی که بیان نشده شما چرا برداشت لمس کردن میکنید از؟ نه برداشت نمیکنم استاد، من میخواستم بفهمم برداشت لمس کردن یا نیست. بله ببینید مثلا کسی به انسان میگه آرام باش، دستشو به طرفش چیز میکنه میگه آرام باش و او گفت که اعوذ بالله منک، یعنی من از تو به خدا پناه میبرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این لفظی که این طرف گفت به معنی این بود که میل به پیامبر صلی الله علیه و سلم نداره. درست است؟ پیامبر آیا زور و اجباری رو در کار گرفت؟ نه، پیامبر رئیس به اصطلاح حکومت بود، پیامبر بود، صاحب اختیار همه مدینه بود، میتوانست هر کاری بکنه، اما دو دست لباس هم بهش هدیه داد و بفرستید بره. ثانیاً این رو که آورده بودن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم به نیت ازدواج آورده بودن، حتی همون دایه‌ای که در خود حدیث هم ذکر میشه، حتی دایه خود این کنیز هم همراهش بود. و مطلب سوم این که شما میدانید حکم کنیز با حکم زن آزاد فرق میکنه، یعنی شما میتوانید بدون نکاح با یک کنیز هم بستر بشوید و از اون لذت ببرید، این حکم کنیز است. خب همچنان در حدیث شماره یک حدیث بلندتر از استاد بزرگوار گفته که تزوج نبی صلی الله علیه و سلم، گفته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با این خانم ازدواج کرد. او بسیار به شکل کوتاه در مورد از نمی جونیه بیان شده. درست. خانم که است او گفته که ازدواج کرد و آیا طریقه طلاق به این شکل درست است که پیامبر خدا مثلا ایره گفت که او را ببرید و 2 دست لباس برش بدین، یعنی این رخصت کردنش به معنی طلاق بود؟ بله الان مثلا یک کسی اگر به زنش بگه که برو خانه پدرت، بیا این پول رو بگیر برو خانه پدرت، اگر نیتش طلاق باشه طلاق واقع میشه. حتی در مختصر قدوری هم در صفحه فکر کنم 175 است این موضوع مفصل در آنجا ذکر شده که اگر کسی در لفظ طلاق رو نیاره اما نیتش طلاق باشه، مثلا به زنش بگه که برو خانه پدرت یا برو از خانه من بیرون و نیتش طلاق باشه، طلاق واقع می شود. درست است بزرگوار. همچنان چی است میتونم یک سوال دیگه پرسان کنم؟ در اسلام هر نوع از پرسیدن سوال، یعنی هر سوال کدام بپرسه مشکل نداره دیگه، هر 5 سوال آدم پرسیده میتونه؟ نه، مثلا ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که مثلا در مورد استوا ان الله علی العرش استوا، مثلا
در مورد استوا سوال کردن بدعت است، ایمان آوردن واجب است و کیفیتش مجهول است. خیلی چیزایی است که ما نمیتوانیم در مورد سوال بکنیم. چرا؟ حتی مثلا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در مورد قیامت پرسیده شد، در مورد قیامت الله متعال چی جواب داد در قرآن کریم؟ گفت مسئله قیامت امرش در دست الله متعال است. یا در مورد روح پرسیده شد، مثلا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یعنی چرا مسئله روح رو، یا بعضی از بیدینا امروز میگن چون که محمد صلی الله علیه و سلم جواب نداشت، گفت که این قضیه روح که است مربوط الله سبحانه و تعالی است. قضیه این نیست. مسائلی هست که وجود بشر که الله متعال در این که متشکل از جسم و روح هست در این دنیا، از درک این مسائل عاجز است. مانند چی؟ آیا شما با چشم مجرد می توانید به مدت 1 دقیقه به طرف آفتاب نگاه بکنید؟ هیچ انسانی نمیتونه. از نگاه طبی کسی با چشم مجرد به مدت 1 دقیقه و یا 30 ثانیه به طرف آفتاب نگاه بکند، همه شبکه و عصب چشم انسان میسوزد و انسان کور میشود که هیچ گونه علاجی هم برش وجود ندارد. پس آیا میتوانیم ما نور آفتاب رو انکار بکنیم چون که ما نمیتوانیم او رو درک بکنیم با چشم ما؟ خیلی از مسائلی است که جسم انسان و انسانی که امروز با این جسم و روح در دنیا زندگی میکنه از درک او عاجز است. و یا اینکه در ندانستن آن مصلحتی برای بشر وجود داشته است. به خاطر همین بعضی از مسائل سربسته در قرآن ذکر شده است و بعضی از مسائلی که نیاز بوده و انسان توان تحمل و برداشت اون رو داشته مفصل ذکر شده است. درست است بزرگوار، چون سوال ما در مورد ازدواج پیامبر بود، به اون خاطر پرسیدم که هر سوال پرسیدم میتونم یا نه، چون مطرح میکنم زیاد قسم سوالا رو پرسیدم خدا ناباورا. در مورد سن حضرت عایشه از سوالتان مفصل صحبت کردم. شما ثبت شده برنامه رو ببینید، حدود 40 دقیقه صحبت کردم در اول برنامه. بله استاد، امروز برنامه تون نگاه میکردم، از اون خاطر یک سوال داشتم. بفرمایید. خب سوال قسم مطرح میشه که به خاطر سن حضرت عایشه مثلا نظر به صحیح بخاری و صحیح مسلم در 6 سالگی عقد صورت گرفته و در 9 سالگی زندگی مشترک آغاز شده. درست است؟ بله. نظر به این روایات و شما هم گفتین استاد بزرگوار که در وقت این سن معمولی بوده و عادی بوده، مثلا از لویس 14 و 15 یاد کردین. سوال قسم مطرح میشه که آیا پیغمبر خدا به خاطر از بین بردن مثلا اینمی موضوعات رسوم آمده بود که خب من نمیم که رسم نادرست بوده، یا به خاطر از اینکه پیامبر خدا رسومی که بوده اونا رو تطبیق کنه، یا به مو وقت رسوم بو از بین بود رسوم ناجایز و نادرست که بود. و آیا میشه متوجه کنیم میره که بگیم پیامبر خدا مثلا با کودک 6 ساله حضرت ام المؤمنین عایشه ازدواج کرد به خاطر از اینکه در اون وقت مقسم شرایط بود و مقسم رسوم بود؟ یعنی پیامبر خدا به خاطر از این کدام برنامه نداشت یا الله بزرگ مثلا که ارتقا به تیسنه؟ ببینید برادر عزیز، اولا ما میبینیم که قوانین دین مبین اسلام به تدریج نازل شده. درست؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر از اسرا چی گرفتن؟ فدیه گرفتن. درست است؟ بعد آیه نازل شد که الله سبحانه و تعالی این قضیه رو منع کرد. یعنی شما به خاطر فدیه گرفتن اسیر گرفتید، این رو منع کرد. درست؟ پیرمردی آمد، عبدالله ابن مکتوم بود یا کسی دیگری بود، از پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چیزی میخواست بپرسه. پیامبر مشغول بود به دعوت بزرگان قریش. درست؟ وقتی که پیامبر رو گرداندن از او، الله متعال سوره کاملی رو نازل کرد، عبس و تولا. درست؟ رو ترش کرد و از او روی گرداند. بله.
ببینید ما یک سری مسائل و قوانین دین به تدریج قبل از ازدواج پیامبر، بعد از ازدواج پیامبر در مکه، در مدینه به تدریج نازل شده. آنچه که بعد از الیوم اکملت لکم دینکم، وقتی که ما در دین مبین اسلام داریم، یک سری قوانینی است که چه در مسائل ازدواج، چه در مسائل همبستری، اجتماعی، حقوق زن و شوهر و همه این مسائل رو در بر میگیره که در مورد ازدواج یک دختر با یک مرد اولا بلوغ شرط است، درست؟ بله. دوم رضا شرط است، رضایت دختر شرط است. الان اگر یک دختر 9 ساله راضی به این باشد که با یک مرد 50 ساله ازدواج بکند، در امروز میگیم اصلا در قرن 21، راضی باشد که ازدواج بکند، چه مشکلی وجود دارد؟ هیچ مشکلی وجود نداره. دقیقاً. آیا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناراض بودن؟ نه خیر. پس من دو صحبت هم گفتم، یعنی عایشه راضی، پدر و مادرش راضی، همه مسلمان ها اهل مکه راضی. چرا امروز باید یک نفر بلند شود این رو بگد کودک آزاری، این رو بگد ازدواج اجباری، این رو بگد که نمیدونم تجاوز، در صورتی که طرف راضی است؟ روزی که الله سبحانه و تعالی آیه نازل کرد که ای زنان پیامبر اگر دنیا رو میخواهید بروید، طلاق شما رو میدهد، مهرتان را میدهد، برید آزاد با هر کاری میخواهید بکنید. آیا حضرت عایشه از پیامبر جدا شد؟ نه خیر. خب من الان یک تصویری رو، خیلی معذرت میخوام، من با نشان دادن تصویر زنها در یعنی شبکه اصلا ما مخالف هستیم، اما اینجا مجبور هستم این تصویر رو خدمت شما نشان بدم. الان اینجا شاید اینا رو من اسمشون رو ذکر نمی کنم، تبلیغات برایشان نشه، شما شاید بشناسید. این تصویر رو نگاه بکنید. این یک پیرمرد 90 سال است، فکر کنم 80 و چند سالش است، بازی یک دختری که فکر کنم 18 سالش است، در این سن و سال است، یا 21 سالش است. اینا با هم ازدواج کردن و در آمریکا هم صورت گرفته. این کودک آزاری نیست؟ تشکر میکنم دوستان. ببینید مادامی که یک نفری اعتراض کرده باشد، اعلان نارضایتی کرده باشد طبق قوانین امروز بشریت، وقتی که 2 تا دختر و پسر با هم دیگه به رضایت خودشون زنا هم بکنن، آیا حکومت ها آنها را محاکمه میکنن؟ بخیر. یعنی من تعجب میکنم، اینا خودشان را آزاد اندیش میگن، دگر اندیش میگن، روشن فکر میگن، اما صحبت هایی که میکنن، شبهاتی که مطرح میکنن، از نهایت حماقت و کهنه اندیشی و چی بهتون بگم، جهالت اینها نشاندهی میکند. بله، یعنی جان سخن این است که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در سن 9 سالگی طبق یک روایت، حالا روایت هایی است که نمیدونم 12 سالگی 18 سالگی، ما با اوناش کار نداریم، همین روایت رو قبول میکنیم که کمترینش شد که 9 سالگی بوده. طبق سخنان علما و کسانی که امروز از نگاه طب این مسائل رو نگاه میکنن، در سن 9 سالگی یک دختر میتواند آمادگی کامل برای مجامعت یا نزدیکی جنسی داشته باشد. درست؟ خب مادامی که یک دختری از نگاه جسمی و از نگاه روحی آمادگی همبستری رو داشته باشد، حالا این مرد 10 ساله باشد یا 100 ساله باشد و هر دو طرف راضی باشن و هیچ مشکل هم در بینشون نباشه، چرا امروز بعضی دیگه میان کاسه داغ‌تر از آش میشون؟ مثلا در مورد حجاب، حالا یک مسئله رو الان شما مثلا تصور بکنید، مثلا شما ازدواج کردید، خانمتون با شما داره غذا میخوره، مردهای همسایه بیایند داخل یک چی میگید در افغانستان، غوری میگید نه؟ بله غوری. داخل یک غوری، پلو، اما تو پلو جانانه شمالی است،
دیگه همه این همسایه ها و خانم شما با هم دارید غذا میخورید، دست خانم شما به دست همسایه هم بخورد، غیرت شما میره قبول میکند این رو؟ نه خیر بهشون. حضرت عایشه با پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول آیت حجاب میگن که در یک غوری داشتیم غذا میخوردیم، صحابه هم بودن، در اثنایی که لقمه میگرفتیم دستمان به هم دیگر میخورد. حالا ما بیایم بگیم مثلا علیاذ بالله این چطور انسانی بوده که غیرت نداشته که مثلا زنش قبل از حجاب بوده، قبل از نزول آیه حجاب بوده. قبل از نزول آیه حجاب مردها می آمدن، صحابه می آمدن، در خانه می نشستن، حضرت عایشه هم نشسته بود، پیامبر هم نشسته بود، گپ می زدن، می گفتن، می خندیدن، غذا می خوردن. ببین احکام به تدریج نازل شد. شاید یک سری از مواردی در مورد ازدواج و شرایط ازدواج در وقتی که در مکه بودن احکام خیلی کم نازل شده، غیر از نماز است و خیلی احکام کمی است که نازل شده. آیات احکام بیشتر در مدینه نازل شد، درست است؟ بله. و همه شروط و به اصطلاح ویژگی هایی که در ازدواج در نزد مسلمان ها در نظر گرفته میشه جز احکامی است که از قرآن و سنت برداشت شده و اکثرا در فتره مدنی است. به همان دلیل شما کاملتر و دقیقتر که از نگاه اجتماعی، از نگاه اخلاقی، از نگاه جسدی مثل اسلام هیچ فکر و مذهب و گروهی رو در جهان پیدا نمی کنید که دیدی به ازدواج داشته باشد. دقیقاً. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر استاد. سلامت باشید. میرنده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی خوب هستین؟ انشالله صحت شما خوب است؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. سلامت باشین. محمد ارکی بسیم است. افغانستان. بفرمایید برادر عزیز، الله مطالبستان کنند. متاسفانه تماس این عزیزمان قطع شد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر از شما. جزای خیر بده. آمین. سلامت باشید. آمین. استاد انصاری در مورد این بحثی که پیرمردا با دخترای کم سن و سال ازدواج میکنن، در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله که هیچ چیز وارد نیست و رسول الله صلی الله علیه و آله به دستور الله سبحانه و تعالی با امهات المؤمنین ازدواج کردن. امهات المؤمنین تا قیامت مادر مؤمنان است. بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله صاحب علم و درایت زیادی بودن. خیلی از احادیث ایشان نقل کردن از مسلمانان که امروز هستن، خیلی از چیزهایی که آموختن از ایشان آموختن رضی الله عنهما. خلاصه ولی ببینید در دین شیعه، من اشاره میکنم به دین شیعه و دین نصرانی. در دین نصرانی در فرانسه تا سن 10 سالگی دخترها میتونن با پیرمردها همخوابی بکنن به شرطی که دختر راضی باشه. اصلا ازدواج هم لازم نیست. همون چیزی که شما فکر کنم نشون دادید شوگردادی بهش میگن. بله. همچین موضوع. ببینید و در دین شیعه هم در همین ایران در قم و شهرهای شیعه نشین و در کربلا خود BBC گزارش تهیه کرد که مردم میرفتن با دختر 9 ساله میتونستن صیغه بکنن. صیغه همین فاحشگیه، هیچی نیست. همون قضیه شوگردادی نصرانی ها یا غربی ها بالاخره یا آمریکا، هر خلاصه اونایی که غیر مسلمان هستن. ببین بینا این انسان های که واقعا فکرشون فاسده، واقعا فقط در پی پاک کردن صورت مسئله هستن، برگشتن مثلا میخوان مسلمانان رو ضایع بکنن یا یه تهمتی به مسلمانان بزنن یا یه شبهه‌ای برای مسلمانان درست کنن. یعنی قضیه رو پیش میکشن که واقعا قضیه تباه و واهی است. درست. در مورد مسئله دیگه ای که من که شخصا یک تنه، یعنی بعضی از اشخاص مثل من هستن ولی که من متاسفانه نمیدونم حالا کمیشون چه علتی داره من نمیدونم. من واقعا امروز مشکلی که در کشور ایران میبینم و
و باعث شده که واقعا این رژیم جنایتکار همچنان در قدرت باقی بمونه و همچنان مسلمان کشی و مظلوم کشی بکنه. همین منافقایی هستن که در لباس مسلمان هستن. حالا میخوان امام جمعه باشن، میخوان شیخ الاسلام باشن، میخوان مولوی باشن، میخوان امام مصطفی باشن، این دیگه به خودشون مربوطه و به خدای خودشون، یعنی تکلیفشون با الله سبحانه و تعالی است. شما لطف کنید سوره جمعه آیه 5 رو بیارید در مورد این که الله سبحانه و تعالی به یهودیان اشاره میکنه که تورات بر اونها نازل شده و علم تورات هم دارن ولی از این علم هیچ استفاده نبردن. در اونجا به گوشت راست تشبیهشون کرده. ولی من میگم واقعا منی که امروز به یک کسی که واقعا منافقه و پشت این رژیم طاغوت ایران، شیعیان طاغوت ایران ایستاده، کلمه منافق خیلی کمه برای اون. چرا؟ واقعا که این که این انسان نفاق در عمل داره. من نمیدونم نفاق در عقیده داره یا نه، من به این نمیتونم اشاره بکنم، قدرت اینو ندارم. ولی لااقل مثل انسانی که حرکات این انسان‌ها رو می‌بینم، تلاش این انسان‌ها رو می‌بینم برای برپایی حکومت طاغوت، برای زنده ماندن طاغوت، و میفهمم که این واقعا نفاقه، این اسلام نیست. کسی که مسلمانه واقعا دور از این موضوعاته. کسی که مسلمانه خیلی با قدرت، خیلی با توانا در برابر طاغوت میسته، یا اگر قدرت ایستادگی نداره ساکت میشه، خفه میشه، میره یه گوشه میشینه. نه اینکه برای طاغوتیان کف بزنه، نه اینکه مردم رو برای حمایت از این طاغوتیان گمراه بکنه، نه اینکه مردم رو پای صندوق این طاغوتیان بکشه، نه اینکه کسانی که خون مسلمانان رو ریختن بر منبر رسول الله شهید بگه. خیلی از اشخاص میان از من گلایه میکنه، اسم منم میبرن، ولی من به این خاطر این سخنان رو امروز میگم به این اشخاصی که واقعا طرفدار این منافقا هستن. یعنی خیلی با جرأت میگم منافق، و پای سخن خودم هستم به لطف الله سبحانه و تعالی تا روز قیامت. چون که واقعا انسانی که ایمان داره و ایمان آورده میفهمه که نفاق چیه و صداقت چیه. یعنی این دو موضوع کاملا در برابر هم ایستادن. هر کس در این وقت و در این ساعت، در این موقعیت بیاد از این رژیم جنایتکار حمایت بکنه، بیاد سران سپاهش رو شهید بگه، بیاد قاتل مسلمانان در سوریه ایران رو شهید بگه مثل قاسم سلیمانی ملعون، بیاد در جلسات این جنایتکاران شرکت بکنه، این یک منافقه. تا اگر دنیا چیز بشه، اگر دنیا زیر رو بشه، این منافقه. و من هیچ شکی در این سخن خودم ندارم. اگر من واقعا سخن واهی میگم، شما استاد هستید، میتونید اینجا منو گوشزد کنید، من میشنوم سخنان شما رو. تشکر از شما. الله متعارف کنید. آمین. ممنون از استاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، انسان اصلا مثلا این برنامه امروز یکی از عزیزان رو پاسخش دادم، پیام مسج فرستاده بود که آقا در فلان برنامه شما فلان شخصی تماس گرفت، البته منظور شما نبودید، کسی دیگری بود، به فلان استاد توهین کرد و شما چیزی نگفتید. اصلا این برنامه اسمش هست تماس با محمد انصاری. این برنامه در حقیقت یک موقع ما در وصال داشتیم، منبر وصال، برنامه است که شما تماس میگیرید، هر شبهه‌ای دارید، هر سوالی دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، درد دلی دارید، بیان میکنید و هر کس مسئول سخنان خودش هست. فقط یک گوشزدی که به شما برادر عزیز و به همه عزیزانی که صحبت میکنن در مورد این مسائل این است که گاهی اوقات در اصدار حکم کمی دقت بکنیم. الفاظ شرعی رو وقتی در مورد کسی، مثلا کلمه منافق، بعضیا یعنی شما واضح نمی کنید که منافق عقدی است، یعنی عقیدتی است یا عملی است. من در مورد کسی گفته بودم منافق عملی است، طرف فکر کرده بود که منظور من همون منافقینی است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منظور اون است. ببینید فرق میکنه. یکی منافق اعتقادی است که در ظاهر تظاهر به اسلام میکند، در باطن کافر است، اصلا به اسلام اعتقاد ندارد. این منافق عقدی است، عقیدتی است. این انسان از کفار بدتر است و این در قهر جهنم جایش است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین ترین مرتبه جهنم هستند. یکی انسانی است که در رفتار و کردارش منافق است، در گفتارش منافق است. این طرف از اسلام خارج نیست. یعنی به طور مثال میاد
در صحبت‌هاش مثلا میاد از یک کسی تعریف میکنه، در پنهان اون شخص رو بد میگه. اگر ازش بپرسی چرا این کارو کردی، والا میگه بنابر مصلحتی این کارو کردم. این انسان رو ما تکفیر نمی کنیم، منافق عقدی بهش نمیگیم، منافق عملی بهش میگیم. به طور مثلا این قضیه رو در مورد بعضی از سران اخوان المسلمین، خود حرکت اخوان المسلمین فعلا با بیانیه‌ای که در تایید ایران صادر کرد، این یک حرکت منافقانه است. منافق اعتقادی نه، منافق عملی. ما نگفتیم که مثلا اخوانی ها منافق هستن، منافق اعتقادی هستن. طرف باش می نشینیم در خلوت، میگه برادر والله استاد میگه جزاکم الله خیر، شما پدر اینا رو در آوردید، شما اینا رو ما رو آگاه کردید. ما می نشینیم در مجالس کلیپ هایی که وصال درست کرده نگاه میکنیم، این برنامه شما رو میبینیم، کیف میکنیم، آگاهی علما و دعوتگران و دوستان و طلاب و اینا زیاد شده، این دستون درد نکنه، خداوند از شما راضی باشه. همین رو فردا میبینی سر منبر شروع کرده برادران و خواهران عزیز و گرامی. آدم تعجب میکنه. خیلی ها رو اینطوری دیدم. این نفاق عملی است. حالا اسمشو میذارن مصلحت، بعضیا شاید هم بعضی جا مثلا مصلحت باشه که این چیزا گفت به خاطر بعضی. منتها یک نکته رو بگم عزیزان من، که عالم دین وقتی آغشته به سیاست شد، خیلی از این مسائل اتفاق میفته. چرا علمای ما، علمای سلف مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثلا، چرا منصب به اصطلاح وزارت عدلیه رو در حکومت، در خلافت عباسی که من بارها گفتم خاک سم اسب خلفای عباسی و اموی بر همه مسلمان‌های امروز شرف داره، چون هرچی بودن، حتی اگر فاسق بودن، فاجر بودن، هرچی بودن، اما غیرت دین داشتن. جایی که مسئله اسلام و کفر مطرح می شد، مرد مانند مرد می ایستادن. در همچین یک حکومتی امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه منصب قاضی القضات رو، به اصطلاح قاضی القضات در اون موقع یعنی وزیر عدل، وزیر دادگستری، قبول نمی کردن. چرا قبول نمی کردن؟ چون وقتی که عالم دین آغشته به سیاست شد، یعنی دین در خدمت سیاست قرار گرفت، اون موقع مجبور میشه که از خیلی از اصول و ثوابت دین به نفع سیاست چشم پوشی بکنه. بعضی میگن اوه پس شما هم طرفدار جدای دین از سیاست هستید. نخیر، ما طرفدار اون دین و سیاستی هستیم که سیاست در خدمت دین باشد، نه دین در خدمت سیاست. امروز مثلا 45 سال آخوندها از دین به عنوان ابزاری در راستای سیاست دارن استفاده میکنن. مثلا برای ایجاد فتنه و آشوب در افغانستان میان به نام تشیع، به نام مذهب، شیعیان افغانستان رو فریب میدن، از اونها فاطمیون و زینبیون و آشغالیون درست میکنن. بعد به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی و بعضا اقتصادی و اهداف دیگری که پشت پرده دارن، از اینها به نام دین استفاده میکنن در راستای اهداف سیاسی خودشون. پس نباید دین در خدمت سیاست باشد، سیاست در خدمت دین. اسلام این رو میخواد، همه بشر در خدمت دین هستن. اصلا ان الدین عند الله الاسلام قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه زندگی و مرگ ما در خدمت دین باید باشه، نه اینکه دین رو ما به عنوان ابزار استفاده بکنیم به خاطر رسیدن به اهداف مختلف خودمون. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله استاد عزیز مشنوید؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام استاد بزرگوار، تشکر زنگ ما جواب دادی استاد. علیکم السلام. اول برنامه تا ششتم برنامه تا ندیدم، باز یک ذره همین مردم ها زیر تاثیر این مردم های ملحد رفتن دیگه. من گفتم باشه یک دفعه زنگ برات بزنم استاد، یا خود برنامه تا نامدن یکی دوم دیگه حالا مرا شناختن، صدای مرا مشناسن، اثر
اکاونتی که من میرم حساب از یا بالا میشم مرا پایان مندازن. دیگه استاد عزیز تشکر که یارا افشا کردی. اینا باید برن برنامه تانه ببینن. 6 ماه 7 ماه پیش شما برنامه زیاد داشتین در مورد از اینا. دیگه استاد اگه میخواست زنگ بزنم این شماره مرا در یاد بگیر. من چیزهای جدید دارم که براتان روان بکنم. فردا صبح نه شاید شب براتان روانش بکنم. من منتظر هستم. بسیار تشریش نمیکنم. بسیار زیاد جالب است. از این ملحدین از دیگه استاد براتان روانش میکنم ببینین. چون اینها نیمی آقای که ویدیوش براتان روان میکنم یه آدم میگفت مکت شبکه های وصال حق و مظهر حق کت تا آدم ها گفت ما مناظره نمیکنم. چون نامت اگه برش میگرفتم در تماس اولم بازو قط میکرد شاید فحشم میداد. در تماس دومم باز برش زنگ زدم نامت برش گرفتم باز از او قطع کردم نگه استاد. خودت باز میبینی همون فقط خوب است. شما رو من یادداشت کردم. شما بفرستید کلیپ ها رو انشالله. ما البته کلیپ های زیادی دارم از این شخص. منتها یعنی بعد از برخوردها و بعضی صحبت هایی که دیدم با بعضی از بینندگان اینها لیاقت بحث رو ندارن. یعنی البته این به این معنی نیست که ما به شبهاتشان جواب ندیم. انشاءالله به یاری الله متعال یک از عزیزان قول داده که کلیپ های این رو درست بکنه و شبهاتش رو پاسخ بده و دروغ ها و خیانت هاش رو. انشاءالله این ادامه خواهد داشت به یاری الله متعال. و میدونید که ما در برنامه گاهی اوقات مسائلی که پیش میاد در طول هفته موضوعات مختلفی که مثلا سوریه است یا جای دیگه در موردش صحبت میکنیم. به خاطر همین پرداختن به شبهات اینها برنامه مفصل میخواد. اما باز هم قبلا هم گفتیم باز هم تکرار میکنیم نه به عنوان این که ما وقت به اونها بگذاریم و ما تماس بگیریم اینا. بله در برنامه آن روزه که به عنوان یک بیننده زنگ بزنن در مورد هر موضوعی که میخوان، حتی رضا کبیر، سن حضرت عایشه، هر موضوعی که بخوان بدون قید و شرط ما حاضر با گفتگو هستیم. استاد قدر مرد نیستم که بیان یه کلیپ را که براتان میکنم از یک ملحد دیگه ما چم نامش بگیریم یا نگیریم استاد. نگه یه آدم بسیار خود پروفیسور میگه خیلی زیاد هیچ کس تا نظر نداره. یکی از سوالای شما را کده استاد یک دوم دیگه در اینوی برنامه تانم شما سوالای سیخکی کدین اگه اجازه تان باشم تو سوالای سیخکی تان بگیرم برای ازی دوان بکنم و ببینم که پاسخ میده. مشکل نیست. تشکر استاد. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال. امی آدمت براتون پیام داده بود یک چیز کوتاه بگویم. کاوش یکی از دعوتگرها در برنامهشان رفت نامش خالد جان زیاد میگه. بازمی مدیر برنامهش گفت چرا که خالد میگه؟ گفت به خاطر ازی که اینمی کاوش میشه گفت کاف الف واو شین نیست کاف الف واو شین است. گفت برید دستور زبان سایکن یک تا فاولش اگر باز دیگه دوزی چی میگه برید در زبان سانسکریت گفتم یک اصطلاح دل خود جور کرد. همونجا گفت قسم میخورم کی نیست. یک هفته پیش باز برنامه از آدم رفت بحث فکر کنم این موضوع سنه سال عایشه رضی الله عنها بود یا کدام بحث دیگه بود. خب مکمل در برنامهش نبودم. این آدم برابرش باش که ببینیم که باز چی از میکشه. چبلقای خود کشیده بود استاد. گفت برو که ما دادانت میزنی کاوش از کلا خود چیزی نداشت چبلقای خود کشید. یا میشه برن میبینن دیگه. تشکر سلامت باشه. الله یمترست نکنه. شماره من یادتون باشه. براتون خوش من براتون فردا حتما روان. سلامت زنده باشید. تشکرش. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری سوالی داشتم من مقصد پرسان کنم از شما. بفرمایید. سود در کل حرام است نه؟ بله. ما با کشور اروپایی میشینیم میخواستیم که از جریان خانه بیرون شد و ما گفتیم که اگر خانه بگیری که ما گفتیم که سود است از که حرام است. از بانک میگیره با خاطر سود
بعد مولای ترک آمد گفت اگر مجبور باشی گفت یه خانه میتونی که سود میتونی بگیری، اگر از خانه گفت زیادتر اگه بگیری گفتی حرام قطعی است نمیتونی بگیری. میخواستم همین رو پرسم بکنیم. ما گفتم یک روشنای پرتین چطور است؟ ببینید کسی به عنوان اینکه مجبور هستی خانه بگیری، این مجبوریت یک حد و مرزی دارد. مثلا ما در اسلام میگیم فلانی مضطر است. حکم مضطر در مثلا شما در یک جایی هستید غذا پیدا نمی کنید، یک روز تحمل کردید، روز دوم خلاص یعنی دیگه دارید میمیرید، در آن صورت گوشت سگ، گوشت خوک، گوشت هر حیوانی که باشه که شما را از مرگ نجات بده به اندازه‌ای که شما را از مرگ نجات بده، اسلام میگه اجازه است. درست؟ در جایی هستید که دیگه آبی تمیز برای خوردن وجود نداره، یک آبی است که شاید نجس باشد حتی، اما همین آب نجس شاید شما را بیمار بکند اما شما را از مرگ نجات میدهد. اسلام میگه که به اندازه‌ای که تو را از مرگ نجات میدهد بخور، این حالت مضطر است. اما این که شما بگید که بالا به اندازه احتیاجت میتوانی خانه بخری، همه احتیاج دارن، حتی همون تاجری که میلیونر است هم به خانه احتیاج داره. درست است؟ میگه منم احتیاج دارم، خانه رو میرم به قسط میگیرم، با پولم میرم تجارت میکنم. درست؟ پس این باب حرام رو برای مردم باز کردن است. یعنی ربا رو الله سبحانه و تعالی در بعضی از گناهان رو الله متعال اصلا میگه بهش نزدیک نشوید، نه اینکه شما انجام بدید، میگه اصلا نزدیک نشوید. یعنی چی؟ اصلا فکرش هم نکنید. از جمله اینها سود است، از جمله اینها زنا هست. مثلا در قرآن کریم به شما نمیگه که در جای دیگه البته میگه که زنا نکنید، اما در یک آیه جالب میگه ولا تقربوا الزنا، اصلا به زنا نزدیک نشوید. چرا؟ چون یک انسان وقتی که با یک زنی زنا میکنه یا یک زنی با یک مردی زنا میکنه، همین نیست که تو کوچه هم دیگه رو دیدن یالا برن با هم دیگه زنا بکنن. این زنا کردن از نگاه کردن شروع میشه، از صحبت کردن شروع میشه، از فکر کردن شروع میشه. اسلام میگه در مورد بعضی از گناه ها میگه اینا رو اصلا بهش نزدیک هم نشید، یعنی اصلا در موردش فکر هم نکنید. الله متعال ربا رو میگه این شما رو نابود میکنه و این ملایی که میاد فتوا میده من تعجب میکنم. یعنی الله میگه سود نخورید، سود ندید. پیامبر میگه کسی که سود میخوره کمترین گناهش این است مانند کسی که 70 مرتبه با مادرش زنا کرده باشه. بعد از اون میگیم الله و رسول میگه حرام است، بعد میگن که استاد فلانی گفته حلال است، ملا فلانی گفته حلال است. یعنی این دیگه مسخره کردن الله و رسول است. آیا به حلال و حرام کردن یک انسان، آیا به حلال و حرام کردن یک انسان ملا باشد یا غیر ملا، دین اسلام حلالش حلال می شود، حرامش حرام می شود؟ هرگز. البته ما به این مورد هر وقت بحث میکنم. همین ترکا همینطور گفتن اگر میشه یک برنامه به خاطر همین سود یا ربا شما یک برنامه مفصلی داشته باشیم، ما یادداشت بکنیم و مردم پیام رسانی بکنیم. باشه چشم. اصلا شما را چشم، حتما انشالله، حتما انشالله یادداشت میکنم این رو. تشکر، زنده باشین. زنده باشید شما، سلامت باشید برادر عزیز. تشکر، زنده باشین. خداحافظ. السلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. من یک خواهشی از عزیزان دارم، همچنین مسئول سوشال میدیا شبکه ایشان هم این رو متوجه بشن. دوستان عزیزی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن، به خاطر که یک برنامه‌ای که کلا این مشکل رو بررسی بکنیم به شکل کامل، انواع و اقسام قرضها و سودهای بانکی که وجود دارد برای ماشین، برای خانه، برای تجارت، برای هر چیزی است، اشکال مختلف. میدونید که برای فریب دادن مسلمان‌ها جالب بود که مثلا مسلمان‌ها هر چیزی رو که روش ببینن حلال در سوپرمارکت‌ها میخرن. یک شرکتی اومده بود گوشت خوک رو روش عکس خوک است، مهر زده بود کنارش که حلال.
بعضی اوقات به خاطر فریب دادن مسلمان ها روش های سود دادن و سود گرفتن رو عوض میکنن، اسما رو عوض میکنن. اینها رو برای ما بنویسید تا ما مشکل رو متوجه بشیم که دقیقاً انواع و اشکالش چطور هست. بعد از اون انشاءالله سعی کنیم با یکی از علمایی که در مسائل اقتصادی خاصا اقتصاد اسلامی تجربه کافی داشته باشه روی این مسائل یک برنامه ویژه‌ای بگذاریم که کلاً این موضوعات رو مفصل در موردش صحبت بکنیم. الله متعال در قرآن کریم آیه‌ای داره در سوره نحل آیه 116 میگه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. میگه شما طوری نباشه که با زبانتان دروغ بیایید بگید که این حلال است و این حرام است. لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و شما به الله سبحانه و تعالی دروغ بگید. بعضی از ملا متاسفانه خاصا ملای بعضی از کشورهایی که خیلی توی این مسائل سهلنگار هستن، انسان نباید به فتاوای اونا عمل بکنه ابداً. یعنی مسائل دین این نیست که شما برید هر کس هر فتوایی داد بدونی که بشناسید این شخص ملا هست، عمامه هم داره، عبا و قبا و جبه هم داره، اما باور کنید ضررش به دین و به اسلام از یک کافر بدتر است. تشکر میکنم عزیزان. بیننده‌ای در کامنت نوشتن که آیه 4 سوره طلاق مگر در مورد ازدواج با کودک نیست؟ این البته شبهاتی است که مطرح میگم قرآن بخونید، تفاسیر رو بخوانید. در اینجا در آیه 4 سوره طلاق الله سبحانه و تعالی انواع زنها رو در مورد عدتشون صحبت میکنه و در اینجا میگه که از جمله این زنها واللاتی لم یحضن، و زنهایی که عادت ماهانه نشده‌اند. بعضی از زنها هستن بیمار است، خیلی هستن، شاید شما یک سرچی بکنید یک بیماری است، زن به سن 40 سالگی هم رسیده اما هیچ عادت ماهیانه نشده. این یک بیماری است. الان در اینجا الله متعال یک حکمی رو داره بیان میکنه. یک زنی است اصلا عادت ماهیانه نمیشه، بیماری داره، مشکلی داره. الان این زن اگر شوهرش بمیره عده رو چطور نگه میداره؟ حکم این رو داره الله متعال بیان میکنه. وقتی که من به شما میگم تفسیر بخوانید، تفسیر آیات رو بخوانید، بریم در تفسیری که علما در مورد این نوشتن. ببینید اینجا در آیه 4 در اینجا میگه که کسانی که حیضشون قطع شده، یعنی سه گونه به اصطلاح تفسیر کردن این آیت رو. کسایی که اصلا به سن یأس رسیده، اصلا عادت ماهیانه نمیشه، این اگر شوهرش مرد حکمش چی است؟ یا این که یا کسی که به خاطر اینکه سن پایین هست، سنش پایین هست، حیض نمیشه، عادت ماهیانه نمیشه، یا مرض هست، یا مسائل مثل این. میگه اینها هم عدتشان 3 ماه هست. در این آیه هیچ جایی نگفته که اگر اینها دختران خردسالی بودن که عادت ماهیانه نشدن، به سن بلوغ نرسیدن. در آیه نگفته. این تفسیر علما هست که میگن از این آیه این برداشت رو میکنن که یا به خاطر زنانی که به سن یأس میرسن که عادت ماهیانهشون قطع میشه کلا، یا مریض هستن، یا که سنشون خرد کوچک باشه. اینا رفتن فقط همین قسمت رو از تفسیر گرفتن که سنش کوچیک باشه. ببینید ما وقتی در مورد فقه صحبت میکنیم، حکم یک مسئله صحبت میکنیم، به طور مثال میارم از قانون اساسی. مثلا در قانون اساسی کشوری که همین ملحد در اونجا زندگی میکنه آمده است که اگر کسی یک انسان بیگناهی را در خیابان دید و کشت، خب الان ما بگیم آقا این ببینید
کشتن انسان‌های بیگناه در قانون اساسی این کشور آمده است. این یک حکم است، یک قانون است. اگر همچین مشکلی پیش آمد چه کار باید کرد؟ فقه در اسلام فقها میان پیش بینی میکنن. بالفرض یک مردی با یک دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده، یعنی عادت ماهیانه نشده، ازدواج کرد، اگر ازدواج کرد و بعد از نکاح کردن و ازدواج کردن قبل از همبستری یا بعد از همبستری، در هر صورت این طرف مرد، این زن الان باید چی کار بکنه؟ چی کار باید بکنه؟ فقه میگه که 3 ماه باید عده نگه داره، 90 روز 3 ماه باید عده نگه داره. این یک حکم فقهی است. این به این معنا نیست که در دین اسلام ازدواج کردن با دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده است جایز است. و کسانی که این برداشت رو میکنن مثل اینایی هستن که شما برید مثلا از حماقت اینها کافی است که الان مثلا این همین مرتد بزرگ ایناست، این داره خودش الان معرفی میکنه. ببینید اسم منم کاوش، خلاصم فروید، مستری دارم در بخش فیزیک و استرونومی از دانشگاه کامبریج خود روسیه که در شهر سنت پترزبورگ است. ماستری داره، یعنی کارشناسی ارشد داره در فیزیک از دانشگاه کامبریج که در شهر سنت پترزبورگ روسیه است. هر کس که دانشگاه کامبریج رو در یکی از شهرهای روسیه پیدا کرد، در یکی از شهرهای روسیه، اصلا دانشگاه کامبریج نه، اصلا دفترش رو، اصلا البته یک چیز هست، یک مهد کودک هست، مهد کودک، کودکان زیر 5 سال رو میبرن اونجا، یک مهد کودک، اونم تقلید اسم کرده، مثل اینکه مثلا دانشگاه کابل یک نفر بزنه مثلا مهد کودک کابل، تشابه اسمی است. مهد کودک یا کودکستانی به نام کودکستان کامبریج در مسکو است. دانشگاه کامبریج اصلا در کل روسیه هیچ شعبه‌ای ندارد و این آقا آمده میگه که در دانشگاه کامبریجی که در روسیه هست، در شهر سنت پترزبورگ، در اونجا کارشناسی ارشد یا ماستری گرفته در فیزیک. خب الان شما مثلا با این آدم میخواید بحث بکنید، این که در مورد خودش، در مورد شخصیت خودش دروغ بگه، از خودش یک شخصیت کاذب بسازه، این به اسلام دروغ نمیبنده، به پیامبر دروغ نمیبنده، به قرآن دروغ نمیبنده. الله المستعان. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای انصاری عزیز، درباره ازدواج حضرت محمد با حضرت عایشه من اگه اجازه بدین 1 دقیقه نکته خیلی کوتاهی میخواستم بگم. اولا اینکه هر کسی، حالا شما دیگه کامل توضیح دادید، ولی میخواستم فقط چند تا نکته ریز. هر کسی فرزند زمان خودشه، در هر صورت این یک واقعیت. انسان تو یک دوران دیگه یه جور دیگه فکر میکنه. ما خودمون قبل از اینکه کامپیوتر، اینترنت و موبایل بیاد یه زندگی و یه طرز فکر دیگه داشتیم. این یک. دو اینکه حضرت محمد پیغمبره، اون یک استثناء، اون کودک آزاری نمیشه مسلما، به خاطر اینکه قواعد و شرایط مشخصه، همو دوست داشتن، هم تا ابد. بالاخره حضرت عایشه وفادار مونده، بعدش ابوبکر رضایت داشته، یعنی اصلا حالت آزار و اینا به این موضوع نمیشه داد. اما استاد انصاری عزیز اینو باید توجه داشت که اون پیغمبر بوده، یعنی کسی بیاد دختر اون سنیشو به یه مرد اون سنی بدین 99% چیز خوبی از توش در نمیاد. اون پیغمبر بوده، اون رفتارش. آدمای عادی که تو اون سن دنبال بچه باشن نمیشه زیاد اطمینان کرد، یعنی به نظر من همچین کاری اصلا الان خطاه. و استاد انصاری عزیز درباره نسل امروز، چون من اینو فقط میگم برای دوستانی که میشنون یه موقع دختری تو این سن و سال دارن، دنیای امروز
امروز چون دخترها از نظر ذهنی عوض شدن، به غیر از بلوغ بدنی و فیزیکی، بلوغ ذهنی که این دختر از نظر روانی و ذهنی کودکی رو پشت سر گذاشته باشه و آماده رابطه جنسی باشه. یعنی امروز روزگار عوض شده و اون کیس هم کیس پیغمبر بوده. اون استثناءه که پیغمبر مسلمه آزاری تو کار نبوده، شواهد و قرائن هم ثابت میکنه. اما امروز این یه جنایت اگه یکی اینو بشنوه بگه چون پیغمبرم، که آقا اون پیغمبر بوده، تو دخترتو خدا میدونه داری دست کی میدی. همین اینو میخواستم فقط خدمتتون عرض کنم. تشکر از شما، زنده باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. آخرین تماس رو میگیریم. بله بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد درباره قضای رمضان میشه صحبت کنیم؟ قضای رمضان، ببینید کسی اگر در رمضان مثلا روزه خودش خورده، فمن کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، کسی که مریض بوده یا در سفر بوده به هر عذری روزه خودش رو خورده، اگر میتواند قبل از رسیدن رمضان روزه قضایی خودش رو بگیرد. اما اگر بیمار است، بیماری که دیگه فکر میکنه که تا رمضان شاید خوب نشه یا شاید این بیماری طولانی بشه ادامه پیدا بکنه، در اون صورت در مقابل هر روزی که خورده یک مسکین رو غذا میده. تشکر شما، زنده باشید. تشکر، سلامت باشید. سلامت باشید. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه‌تان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني